what's on tonight, and you're gonna love it. We've been waiting to move, and I'm going slow. Let's hit the road and make it up as we go. Let's go. سلام، صبح بخیر. چطورید بچه‌ها؟ من الان دارم میرم شمال، با دوستام داریم میریم. تصمیم گرفتم امسال تولدمو برم سفر. یه چیز بگم قبلش از اینکه من چقدر بدشانسم، اصلا نمیفهمم چه جوری. کلا هر وقت من خواستم برم سفر فرق نمی‌کرد اول ما وسط ما آخر ما، هر وقت من تصمیم بگیرم برم سفر سریع پریود میشم. نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا و واقعا خیلی بد. راستی بچه، من برای بار دوم، یعنی اون سفر قبلی رو بذارم کنار، برای بار دوم رفتم مخونم درست کردم و خیلی جالبه. من هیچ وقت از این کارا نمی‌کردم و خیلی باحال و خوشگل میشه. ذوق دارم الان و خیلی خوشگله. این ماشین خوشگل منه. خب بچه، ما رسیدیم اینجا. خیلی خوشگله. این الان از در ورودیشه، یعنی از اونجا اومدیم تو. حالا بعد حیاطو بهتون نشون میدم. بعد بذارید اینجوری میریم تو. این همینه، اینجا آشپزخونهشه، اونجا دستشویی حمومشه. بعد هم یه دونه اتاق داره، اینم اتاقشه. این پنجرش به حیاطه. اونجا هم یه حالت روده، نمیدونم اسمش چیه. اینجا هم نزدیکترین به رود. ولی خیلی خوشگله، نگاه کن. بچه، من الان حاضر شدم، لباسم عوض کردم که بریم سمت رشت.
چی هم داره؟ الان رشته خشکا رو کلچه فومن و چی بود؟ کوکی گرفتیم. بعد کلچه فومنش واقعا افتضاحه، مزه خمیر میده فقط، اصلا مزه کلچه فومن نمیده، ولی رشته خشکارش خیلی خوب بود، خیلی روغنیه ولی خب خیلی خوب بود. من کوکیشو نخوردم، اون خیلی باید خواست اگه اومدید رشت و رفتید بازار رشت، همین اولاشه تقریبا 4-5 تا مغازه که میریم یه دونه از این چیزا داره، کلچه فومنش رو نگیرید، خیلی بده. سلام، صبح بخیر. چطورید؟ دیشب انقدر خسته بودم، اصلا فقط اینطور بودم که برگردیم بیلا، من دارم میمیرم. یعنی رسیدیم، دوش گرفتم، موهامو جمع کردم و خوابیدم، اصلا مردم. اصلا نفهمدم چجوری خوابم بود. آره خلاصه خیلی خسته بودم دیگه. همین دیگه الان پا شدیم یه قهوه درست کنم دیگه، میخوایم بریم جنگل. بچه اینجا خیلی سرده، خیلی. بعد نشون دادم بهتون دیگه، بغلش یه رودخونه است، بعد واقعا 10 برابر کرده سرماشو. بعد اینجا یه بخاری هم داره ولی روشن نمیشه کارش بکنیم، به خاطر همین دیگه درچی داشتیم پوشیدیم که یخ نکنیم. سلام، خوش اومدید. این قهوه درست کردن با من. بعد قهوه داریم خیلی بزرگه، نه همشو قرار من بخورم. آب سرد رو اضافه میکنیم تا زیر سوپاپ، اون سوپاپه. بعد میایم میذاریمش، اونجا نمیذاریمش ولی ما بذاریم اون جایی که داشت کپی رایت میخورد رو ویدیومون، رفتیم آهنگ رو قطع کردیم. بعد میایم اینطوری تا صبح قهوه اضافه میکنیم به موکاپالو. خب بسه، در همین مقدار کفایت میکنیم. بعد چی کار میکنیم؟ بعد با فندک آستمان میدیم بالا که کز نخوری که کاپشن مردم رو خراب نکنیم. بعد اینجوری روشنش میکنیم. این اسکولا اینو نمیبندیم. آی الان بسازیم میمیرم. بعد میذاریم درست شد. دوباره میخوام نشون بدم، تو نگاه کن. آخه جدی نگاه چقدر خوشگله. یعنی چی؟ خیلی دوست دارم این برگا رو، این برگا که اونجاش رودخونه است. خیلی دوست دارم شنا کنیم توش. بارون شنا تو اون رودخونه خانم فرمانه؟ اینقدر سرده باید اینجا رو فقط داریم سرمون میگیریم. بعد بیاید همینجوری دنبال من.
اینجا رو نگاه کن، درخت فکر کنم نارنجه یا پرتقاله، نمیدونم درخت. بعد اونور اونجا اون ته میبینید مرغ و خروس هست. البته یه آدم هم الان هست، نمیدونم آدمه. چرا زیباییش اونقدر نمیفته اینجا به نظرم؟ میبینی؟ تو واقعیت خیلی خوشگل تره به نظرم تا تو ویدیو. من اگه اینجا زندگی کردم بیشتر هفت‌واره‌ای نمیگردم. ببین اصلا چیزه، انگار زندگی جریان داره. ببینی با اینکه مثلا چیز نیست، شلوغ نیست، مثلا پر رفت آمده آدم و اینا نیست، ولی زندگی توش جریان داره. مثلا یه مدل دیگه توش جریان داره. یه کار خیلی بدی کردم و هر ترفندی که توی اینستا دیده بودم این چند وقت رو روی صورتم پیاده کردم. از اینا زدم دماغ میزنن، از اینا خیلی بد شدم. مثل من شب دلقک شدم. این رنگش با این مثلا یکی هست، یعنی همش رنگش با هم یکیه، ولی خب همش با یه تینت زدم. بذارید تینت همون نشون بدم. همش با این زدم. برو خدا فوکوس کنه. آره با این زدم و حس میکنم شب دلقک شدم. شب خوب شده، نمیدونم راستشو بگم، نمیدونم. حاضر شدیم که بریم جنگل. الان البته یه آبشار نزدیکمونه. اول میخوایم بریم اون آبشاره، بعدش میریم جنگل و اینا دیگه. حالا بریم ببینیم چه جوریه. البته اکثر این آبشاره رو دیدم الان توی گوگل مپ، خیلی باحال بود، یه خیلی خوشگل بود. حالا عکساش که خیلی خوشگل. بریم ببینیم خودش چجوریه. برم یکم حیاط نشون بدم بعد بریم. خب بچه‌ها بیاید حیاط ببینیم. این مرغ و خروس ها رو بهتون نشون بدم اگه باشن. نیستن متاسفانه. من ابریشم، من تا حالا نزدیک ندیده بودم، شاید هم دیده بودم یادم نمیاد، نمیدونم. وای چقدر عجیبه، چقدر جدی. هم حیاتش خیلی خوشگله، هم دور و اطرافش خیلی نازه. بریم رودخونه‌اش رو بهتون نشون بدم. آره اینجا. I thought we could be here forever. Now it seems that we're lost in a memory. I've been waiting for excuses. I don't really wanna lose this. Been lying to myself. Girl, you know that I've been through this. Waves are crashing, scars and bruises. I don't think that I can do this. I don't think that I can do this. When these waves come crashing down, yeah, my feet won't reach the ground. Yeah, the waves come crashing down. Waves come crashing down, and my feet won't reach the ground. Yeah, these waves come crashing down. When these waves come crashing. I look for answers, I ain't finding loads. With me and you know I gave it all my life and soul. We drifted off and still it's left me with these giant holes. Nothing to fill.
قشنگه. سلام. خدا قربونش برم. اسمت چیه؟ نمیتونی اسمتو بهم بگی؟ بلد نیستی؟ یه سلام بده. آخی قربونش برم. چقدر نازه. پاپا داره میاد پیش خودم. بیا پیش خودم. بیا پیش خودم. بیا پیش خودم. اپو بیا. ابویی اینجا 4-5 تا 4 تا نمیدونم چند تا داشتیم میرفتیم سگا بهمون حمله کردن، یعنی حمله کردن به ماشین، ولی این خیلی اسکوله. اسکول بچه ما الان از آبشار اومدیم، بعد داریم میریم. کلی گشتیم، یعنی اونجایی که بودیم که اصلا هیچی پیدا نمیشد، فقط غذا کباب و اینا، ولی الان کلی گشتیم و اینا اومدیم تقریبا یه 20 دقیقه اینا اومدیم یه فست فودی پیدا کردیم که بتونیم یه چیز گیاهی پیدا کنیم، سیب زمینی و اینا. ببین اینو یکی از دوستان برام گرفته، میگو چقدر نازه، چقدر به این میاد. الان به این خیلی اومد نه؟ وایسا اینجوری درش میاد بالا. یه دونه تینت گذاشتم توش و کلیدی که واسه ویلامونه. ببین من میگم این خوبه چون کوچولو میخوام دیگه. فقط موضوع اینه که چرا کیک ها هیچ کدوم صاف نیستن. نگاه مثلا اینو اینجوری اومده باز شده، اینجوری اومده باز شده، اینجوری. کاش بغلش میگه نور خامه‌ای. لایک و سابسکرایب فراموش نشه لطفا. لایک کنید، سابسکرایب کنید. بچه شما نیاد. چرا؟ اشتهاتون باز میشه. بچه هر 2 قدمی که داریم راه میریم اینا انگار مثلا نمیدونم چرا اینطورین، انگار نمیدونم چی اصلا چه چیزی باید بگم نمیدونم، ولی همش دارن هوس میکنن. یعنی همه چی اینجوری هن که اینو میخوام اونو میخوام اینو میخوام، نمیدونم چرا چه مشکلی دارن. چقدر رونونش عجیبه. سنگ ماشینیه، سنگه که اینجوری تا حالا ندیده بودم. سرخ شده چه خوشگله. بله. I thought we could be here forever. Now it seems that we're lost in a memory. I've been waiting for excuses. I don't really wanna lose this. Been lying to myself. Girl, you know that I've been through this. Waves are crashing, scars and bruises. I don't think that I can do this. I don't think that I can do this. ما الان داریم میریم سمت ساحل بندر انزلی. ساعت 5 صبح. بعد ما از 3 بیداریم، ولی نمیدونم چرا انقدر دیر اومدیم بیرون از ویلا. چراشون میدونم، چون من خیلی چشم خراب میشد. اصلا بدترین خط چشم دنیا شده. امیدوارم برسیم به طولو و طولو
ساحل باشیم، یعنی قبل طلوع ساحل باشیم. همین دیگه. خیلی خوشحال برام. Look for answers, I ain't finding loads. With me and you know I gave it all my life and soul. We drifted off and still it's left me with these giant holes. Nothing to fill the gap and all I feel is highs and lows. آقا خیلی خوشحالم که بغل دریام. خیلی خیلی حس خوبیه، ولی انقدر باد میزنه شبم روشن نمیشه، خیلی خاموش میشه. خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم. بعد از صبح همش اینجوری هم که آخ داره بغضم میگیره فلا اینا، ولی نمیخوام گریه کنم چون دلیل نداره گریه کنم. ولی آره جدی برای امسال بیشترین چیزی که میخوام اینه که بتونم خوشحال باشم، واقعا بتونم از اون حالی که دارم استفاده کنم، هر لحظه که هست، هر موقعیتی که هست واقعا بتونم ازش استفاده کنم و لذت ببرم. خیلی وقتا میشه که مثلا از دست میدم موقعیتایی که دارم و به هر دلیلی، ولی واقعا دوست دارم امسال همه تمرکزم رو خودم باشه، روی حالم باشه و امیدوارم سال خوبی باشه. Pour a drink and sit and wonder why we rivaled loads. See, I was man enough to leave, you gave the final blows. There's many fish out in the sea, I guess what I suppose. I think it's time I let it go. دستتو زن. تولد مبارک. خوشگله. برخش. آهنگ بلد نیستم. آهنگ شاد بلد نیستم. تصرف گردن نازتو پیدا میشه، تو کوچه تون پنجره هوا میشه، بشه هدیه دن و محو تماشا میشه. بقیه‌شو یادم رفت. عالی پس. خدا رو شکر سیف هستی کیو. وقتی گفتم بذار ما درست کنیم قبول نکردی. تو رو خدا یه دونشو درست نزن. تو رو خدا بیان تو رو خدا بگیر. I thought we could be here forever. Now it seems that we're lost in a memory. 'Cause I've been waiting for excuses. I don't really wanna lose this. Been lying to myself, girl, you know that I've been through this. Waves of crashing, scars and bruises. I don't think that I can do this. I don't think that I can do this. When these waves come crashing down, yeah, my feet won't reach the ground. Yeah, the waves come crashing. این دارم میپزم، اینه شیری گرما دارم تولید میکنم، آفتاب زده بیرون، ولی اومد رسیدیم رو بار، الان بریم زیتونی. I look for answers, I ain't finding loads. With me and you know I gave it all my life and soul. We drifted off and still it's left me with these giant holes. Nothing to fill the gap and all I feel is highs and lows. I pour a drink and sit and wonder why we rivaled loads.
I was man enough to leave, you gave the final blows. There's many fish out in the sea, I guess what I suppose. I think it's time I let it go. Waves come crashing down.